اگه اپلیکیشن مورد علاقه تون تو ایران یهو از کار افتاد، تنها نیستید. محدودیت‌های اینترنتی واقعیه. اما مردم همیشه یه راهی پیدا میکنن. شبکه‌های اجتماعی ممکنه تو ایران فیلتر باشن، اما دنیای دیجیتال همیشه راه فرار پیدا میکنه. رایج‌ترین ابزار چیه؟ VPN ها، شبکه‌های خصوصی مجازی. اینا به کاربرا اجازه میدن موقعیت مکانی خودشون رو مخفی کنن. به اینستاگرام دسترسی داشته باشن، به واتساپ دسترسی داشته باشن، به یوتیوب دسترسی داشته باشن. بعضیا برای حفظ حریم خصوصی بیشتر سرورهای پروکسی مرورگر تور. تلگرام هنوز هم خیلی محبوبه. وقتی برنامه اصلی محدود میشه، خیلی ها به نسخه های غیر رسمی رو میارن. البته مهمه که حواسمون جمع باشه. از VPN های قابل اعتماد استفاده کنیم. اطلاعات حساس رو به اشتراک نذاریم. ابزارهامون رو مرتب بروز کنیم. آزادی اینترنت آسون نیست. با کمی دانش فنی و احتیاط، ایرانی‌ها آنلاین میمونن و با دنیا در ارتباط هستن. ایمان بمونید، مطلع بمونید.